کمال سیا و رفیقش عدنان جسور رو جستجو کنید. با دقت باشید به خانم ملیس یگان ضرری خورده هم نرسد. ملیس او لایق تو نیست، لایق تو این گل سرخ است. خانم عالم چیکار کرده ایستاده ای؟ جناب مراد باید اول خودمون باور کنیم که زن و شوهر هستیم. جناب مراد اینا کیستن؟ شما با قفا گذارید. کمال سیا در کجا است؟ باز کمال سیا؟ نمیدونم، منم کمال سیا. بیا. تو رو در اونجا زیق نمی کنن دخترم؟ نه مادر جان، من بسیار خوبم اونجا. یک جنگاور نامه رو گذاشته با هجری زندگی میکنی. اوه مادر، چه خیل جنگاور؟ آخر من دیگر نام جنگاور رو شنیدن نمیخواهم. اینها کی باشند؟ کمال سیا در کجا است؟ شما کی هستید؟ کمال سیا در کجا است؟ گپ زن. به من گوش کنید، رفتارتون رو خوب کنید که جنگاور داماد من است. وضعیتتون بد می شود. بسیار گپ نزن، با سوالم جواب ده. کمال سیا در کجا است؟ تو مرا نمیفهمی؟ انا به شما با تو گفتم جنگاور داماد من است. نمیشنوید مگر؟ مادر جان کنی زود با من بگو کمال سیا در کجا است؟ از مادرم یک طرفی سه. جنگاور با خدا میدونستم که میوی. پسرم جزای اینها را بیده، لاتو کوبشون کن. مادر جان، این دو بدبخت شما رو ترساندن. بسیار ترسیدیم پسرم. شما چه خیل مادری مرا ترسانده؟ یک توی دیگر برایش زن پسرم. سخت‌تر زن پسرم. یک توی دیگر زن پسرم. این گوریست، این جنگاور است. دامادم میدونستم که مورو نجات میدی. چیگه پس چهل داماد؟ مادر جان، چهل مادر باز دست میبوسده؟ فقط من و هجری میتوانیم مادر گویم، جنگاور نه. ای سنم، هجری گفته میگردی. مگر ما رو هجری نجات داد؟ جنگاور نجات داد. در کجا است هجری تو؟ دامادم التماس مرو از اون مؤذن خلاص کن. مرو بهترین خوشبختترین خوشدامنی روی دنیا میگردانی. سنم رو دوست مایلش پسرم. مایلش خوشدامن جان. کنی ببینیم. مادر جان، این جارو در اینجا از کجا پیدا شد؟ نمیدونم پسرم. آخر من به تو نگفتم مادر جان، دیگر رو برای نگفتم. من به تو انا ایست دخترم، دامادم رو بیعقل میکنی. او دیگر تو رو مادر جان گفتن نمیتواند، تنها من میتوانم. هجری گفتن میتواند ولی جنگاور گفتن نمیتواند. ایست دامادم رو بیعقل کردی. مادر جان، مرا محافظت کنید. مایلش پسرم. چه؟ مادر جان گفت؟ درست شنیدم؟ مادر جان گفت؟ چند بار تو رو آگاه کنم من؟ چند بار مادر جان؟ نه مادر جان تو بازی. کنی اینجا بیا میکشم تو رو. اینها کی باشند؟ با خدا کی بودنشون رو نمیدونم ولی با آدم های خوب مانندی ندارم. این او است. کی است تو؟ اکای آنه که تو رو لاتوکوف کرده بودی. برادرش رو زده باشم، این رو هم میزنم. جسور هر دو این ابله رو تا معیوب شدن لاتوکوب کنید. تو یک طرف است. تویست کار این رو من خودم حل میکنم.
استاد یک سوال دارم پرسم ممکن است؟ حاضر وقتی سوال پرسی است هجری؟ استاد با وای فای همسایه با اینترنت در آمدن جایز باشد؟ چرا با وای فای همسایه با اینترنت می‌دروی هجری؟ استاد وای فایش کد ندارد. کد نگذاشته است؟ می‌شود خیلی باشد همه شهر استفاده کنند. آخر همسایه با وای فای همسایه محتاج نیست مگر استاد؟ ها هجری بنویس هجری. وای فای همسایه را استفاده بردن جایز است. چون که در دل ما اسراف حرام است. ماشاءالله بهترین جواب دادید. تو در کجا این خیل جنگیدن رو آموخته‌ای؟ چه خیل خوب جنگیدی؟ کاراته مشق میکردم در وقتش. وا با من هم بیاموز. کمال رو میزنم. البته میاموزم. این دختر چقدر خوب میجنگیده است. هجری میتوانی بخوانی؟ مایلش استاد. مولا مولود را شما نمیخونید؟ نه من نمیخونم. هجری خیلی وقت زیاد شد که شاگردی من است. با او یک سنجش گذرانم. کنی بخوان پسرم بخوان. تمام استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر قادر این دختری تو دامادم رو چنان لط و کوب کرد که اگر میدیدی دلت به او بسیار میسوخت. سنا کار خوب نکرده ای دخترم. آخر آمده شما را نجات داد است و را لط و کوب کرده ای. ها خوبش کردم. حقش همین بود. دامادی بیچاره من. پدر جان من یک چند روز در خانه هجری میمونم. با فکرم همین قدر لباس هایم کافی است. کافی است دخترم کافی است. هجری آمده تو رو میبرد؟ بله پدر. یعنی تو حالا هم هجری بگوی در حالی که داماد من جنگاور است. رئیس ما به خانه بابای قادر رسیدیم. بابای قادر و عائله‌اش را به اینجا بیارید. فهمیدم رئیس. بیاید رفتیم. ای چی گفت است قادر؟ ای سنا چی گفت است؟ سنا چی گفت است؟ اینجا خانه پدرتان است. اکای جمال به تو سلام گفت بابای قادر. حالا جمال؟ چی شد؟ ترسیدی؟ کنی پیش درو؟ سرده رفته؟ پیش درو. چیکار میکنی ها؟ رها کنید. رها کنید. کم نزن سر. پیش درو. آنها را نرسید. پیش درو. بسیار گپ نزن. استاد با اجازه شما من میخیزم. مایلش هجری. خداوند صبر جمیل عطا کند. هجری رحمت برادرم مرا از مشکلی برآوردی. هیچ گپ نی استاد. برای خوراک دیوم ایستادن میخواستم اما باید سنم رو بگیرم. نه از این پسش را خودم حل میکنم. شبتان بخیر. رحمت از تو هم.
устод ба ман эҳтиёҷ пайдо кардед занг занед ба одами хуб монандӣ надоранд инҳо. خواطر نشو حل میکنم. رحمت. مایلش خیر تا بازدید. مایل که خوش آمده. مایل ҳиҷрӣ ба мо ёрӣ биде. пала ҷамол гуфтани одам моро дуздидааст ба куҷое мебарад? ҳаётамон зери хатар аст. раис, бобои қодир ва оилаашро гирифта омада истоде. از oilam چی میخواهید؟ مرا گرفتید، آنها را سردید. بسیار گپ نزن бобои қодир. раис хатое ки нисбати ӯ карда мешавад намебахшад. ту ва оилаат ро аз банд мебардорем. یاری دیه خاموش، ҳозир туро мепаронам. سردید دخترم را، سردید. راه کن گفتم، سردید. سبزار نشین. ҳозир ман туро мепаронам. حالا من با شما نشان میدیم. هیچ گپ نیست دوملو. تشکر زیاد. زحمت نکشید. هیچ گپ نیست. مرحمت بشید. مهدی ساز هستی؟ دخترها از این پس عملیات خطرناک است. شما به خانه برگردید. مراد اگر مهاجر برایم همش رو پای میبرند کمتری دیگر شنیم بعدم میخیزیم. نه من با تو میروم. سفسطه نگو عالم. زینب راست میگوید. شین با دقت باشید. صدیق مغرگر پیش بدرو. مرتضی استاناک هم همی کو مولود تمام شد مراد حالا هم نامد. یا خدایا آخر از دوملو. بله برای نماز مولود را خواندن جای آرام میکابم. نماز مولود؟ آنقدر نماز مهم نیست. یکی خواهش پیدا شد. در اون حجره میتوانید خونید دوملو. تشکر. تو ما رو بازی چه فکر کردی کمیسر مراد؟ حالا بازی چت را میبینی؟ حیاتت میسوزد. حجره که میکافتم همینجا بوده است. این مرادمو فلش کرده تیز بگی ببرو که خیلی کی را مرده. کنی پیش را گردید کنی پیش کنی را گردید. شما کی هستید؟ آخر ما رو به کجا میبرید؟ از ما چی میخواهید؟ سر ده ما رو چیکار میکنی یا؟ سر ده کنی بدرون سر ده دروی زودتر شین رفتی مرتضی استاناقتی امونی زبچه است. دو دشمن یک جو شیدن. مراد دیری بعد برآمد. این دو دشمن که یک جو محافظ مانده باشه. حرکت نمیکنیم سردارم. حرکت میکنیم طرف قوری پدرت حرکت میکنیم. سوال بیعقلانه میدی. مرا گوش کنین. با دقت باشین. در درون دو دختره با یکی نپرانشون. تو یگون خطر نشید خودتون محافظت کنی یگون تیر نپرانین. فهمیدی میرزا وطن؟ اطاعت سردار. حرکت.
فلشکا نیست کو؟ کمیسر مراد، فکر میکنم فلشکا را نیافتی. زیق شدم، ولی شاید عشق زندگیت را پیدا کرده ای. زینب یا عالم، دو دختر در گوشه مرگ هستند. فقط تنها یک تا از اینها زنده میماند. انتخاب از تو است. زینب، به خدا سبا ما ویرونه که میزنه در فکر پیش در راه. زوبا، زینب و عالم در کجایند؟ نمیدونم همکار در کجایم. تو در اینجا چی خیلی که بسیار ایستادی. فکر کردم که کارا خوب نیست. با بچه ها به درون هجوم کردیم ما. غیر امکان است. چی گپه بچه؟ هر دو دختر را دزدیدند. از اول همش را میدانستند. تمام همکار، آرام شو. آنها را نجات میدی. کدامش را خلاص میکنیم همکار؟ تنها یک تاش را میتوانیم نجات دهیم. چی ها میگویم برادر؟ هر دویشان را نجات میدهیم زبید. اینجا دو سراغ است. و یکیش من میروم و دیگرش تو. 1 ساعت وقت داریم. رفتیم. یک لحظه برادر. کدام دختر را نجات میدهد؟ چی خیلی که کدام دختر را نجات میدهد؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. بخشش. یک چیز نفهمیدم. زینب را من نجات میدهم گفتی تو؟ بله، زینب را من نجات میدهم. نجات نده برادر. من زینب را نجات میدهم. چرا تو نجات میدادی؟ بس کن همکار. تو زینب را نجات دادن نمیتوانی. او دورتر است، در وقتش رسیدن نمیتوانی. رنگی سوپرمن میرسم. بسیار خوب نجات میدم برادر. زینب ما عالم ایت، فهمیدی؟ چرا من عالم را و تو زینب را نجات میدادی؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. ای مراد گوش کن، تو چقدر دامولا هستی برادرم. از این جلک و سالت شرم نمیکنی. زنی تو را من نجات بدیم ها؟ رفته زنی تو را من نجات بدیم ها؟ همین خیر. دیوانه هستی تو؟ آخر من دامولای ساخته هستم. عالم زنی ساخته مخته نگو. رفته زن تا نجات بده. من زینب را نجات میدم. سرداران وقت کم مونده است. بعداً بحث کنید نمیشود. زینب را من نجات میدهم. گپ تمام. حاضر میگیریم در همه جا میپرانم. کنی بینم دامولای ساخته تو رو نجات میدهد یا که زنی ساختهش رو؟ البته که مرو. حالا میبینیم. ما نماز میخوانیم، اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قف دارد. اگر آن قدر گناهی کند که بالای همین زمین هم میپشاند، حتی تبلغ عنان السما. اگر برای نجاتی عالم رود، با او روزش را نشان میدهم.
با دقت باشید. از اینها هر وقته که خواهم خلاص می شوم. ولی اول باید بینم که مراد کی رو نجات می دهد. جزای این کارتون رو به نزدیکی میبینید. شوهرم به اینجا آمده همتون رو دستگیر میکنن. دستگیر میکنن؟ چه خیلی دوملو آدم ها رو دستگیر میکرده است؟ پلیس هست مگر؟ مراد! مرا نجات بده! مراد! بیهوده داد نزن خشورچه. شوهرت برای نجات دیگر دختر رفته است. شوهر من مرا نجات میدهد. فهمیدی؟ ما یک دیگر رو دوست میداریم. چرا زینب رو خلوص میکرده است؟ اینش رو من نمیدونم. طبیعت آدم هر خیل است. من میشدم دیگر دختر رو انتخاب میکردم. تو انتخاب کرده انگیر. مراد مرا خلاص میکند. حاضر شوهرم به غضب زیاده به اینجا اومده ایستاده است. اون وقت میبینیم کنی همین خیل گپ زده میتونید. زینب رو من نجات میدم. میفهمی؟ من نجات میدم. تو نه. من نجات میدم. تو نه. من. همکار گوش کن، گپ را زیاد کردی. من زینب رو نجات میدهم. اوه شغال، میدونستم که تو زینب رو با چشم بد نگاه میکنی، اما مراد نگفته نماند که من اون چشمکاتو کاندم میگیرم برادر. سردارم آرام شوید. زینب من مراد. همکار تو نمیفهمی ها؟ تو زینب رو نجات دادن نمیتوانی. تو بهونه راستی این رو قبول کن. با گفتی تو من زور نیستم. کجایی تو زور است؟ سر بته بس. سر تو یعنی من حاضر رو تو کن بکنم. با خود میاد. باید رو سر ده. کنی مراد زود بیا. مرا انتظاری زیاد کردی. پایم رو سر ده. چکار بکنی تو ابله؟ سر ده پایم رو. شتمش کن. سردارم. حاضر شوهرم به اینجا آمده شما را لطکوب میکند. حالا هم هیچ کس نآمده است زیبایک؟ شاید شوهرت برای نجات دادن دختری دیگر رفته است ها؟ نه آخر نه. سرده مرا رحیم. سرده مرا. شما چیکار کرده ایستاده؟ مگر این کار به شما میزنه؟ دستت شتمش کن. حاضر میکشم تو را. ابلهی نابکار. سرده مرا رحیم. سرده. یا کی برای نجات دادن عالم رفته باشد. در جایی که من باشم اون شیطان رو نباید نجات دهد. میسوزانم تو رو. یا که مراد برای نجات زینب رفته است چی؟ نه نرفته است. این مرا سر بته. من با فامیل من بودم که من چه خیلی آدمم. سردار شما چیکار کرده ایستادید؟ شما اینجا بس کرده ایستادید. وقت به پایان رسید دخترها رو میکشند. کنی زود میرویم. راست میگویی برادر. رفتن در کار. فهمم. حاضر من برای نجات زینب میروم. باز از پس من تعقیب نکنی. اگر تنها زینب رو نجات دهیم عالم میمیرد. با من چی؟ با من چی برادر؟ من رفته زینب رو نجات میدم. باقی مونده‌اش در دست توست. رفته. زبید اکنون من چیکار میکنم؟ اگر عالم رو نجات دهم زینب مرا میکشد. زینب رو نجات دهم عالم مغز سرم را میخورد. خیر، خوبترش من عالم رو نجات میدهم. الو استاد. هجری وقت ندارم، بعد گپ میزنیم. استاد پالا جمال سانم و اویلش رو دزدیده است. آنها رو در انبار نگه میدارند. دزدیده است؟ بله استاد. من در نزدیکی آن مکانم. پیش از حرکت کردن به شما زنگ زدن خواستم. خودش چی گپ است برادرم؟ هیچ نفهمیدم. امشب همه را دزدیدند. باز کی رو دزدیدن استاد؟ زینب و عالم را هم دزدیدند هجری. من نزد شما میآیم. تو کجا میآیی هجری؟ بهتر است سانم و اویلش رو نجات ده. راست میگوید استاد. آخر تو چرا با من زنگ زدی هجری؟ زود دوستاشت رو نجات ده. استاد من رفته سانم و اویلش رو نجات میدهم و بله هجری. قبرغه آدم را شکنی جایز است. چی؟ استاد بسیار عصبیم.
ғазабӣ ҳастам, хато кардан намехоҳам. одам барои дӯст доштаашро наҷот додан устухони одамро шикана ҷоиз аст? вобаста ба устухон аст ҳиҷрӣ. метавонӣ дасту пои онҳоро бишканӣ, вале ба сарашон назан. боз дарди сари худат мешаванд. тамом устод, худо аз шумо розӣ бошад. аз ҳамаамон ҳиҷрӣ, зуд рав, онҳоро наҷот бидеҳ. раҳмат устод. ба шумо ҳам барори кор худо нигаҳбонатон. қабурғаи ҳамаи шуморо мешиканам. худоё ба ман қувват бидеҳ. тоқат кунед, халос мешавем. فکر کردی که آن موش زده تو را من فراموش کردم بابای قادر؟ تو چه گفته صدای کدام موش؟ هفته گذشته به تو گفته بودم که تو به تجارت توقفگاه نداری. تو درآمده او را از من گرفتی. هیچ کس تجارتم را از من گرفته نمیتواند. مادر آب گرمتر شده ایستاده‌اند. ای قادر از برای خدا کاری کن. این مردی بعد ما رو مثل مرغ در این آب میجوشاند. شد آخر شد. چیزی که خواهی میدیم فقط عائله‌ام را رها کن. وقتی سودا گذشت، کار از کار گذشت، دیگر مسئله پول نیست. تو نامم را داغدار کردی. از این راه بازگشت نیست. تو و عائله‌ات میمورید. چی میگویی تو؟ همه ثروتم را به تو دادم. رها کن عائله‌ام را. رها کن گفتم. آبی گرم را سرده. بشارف در کجا هستی هجری؟ زود بیا ما رو نجات بده. هجری؟ مؤذن مگر ما رو نجات میداده است؟ اگر کسی هم نجات دهد او جنگاور است. از کجا میآید آخر؟ ای رفته بود مؤذن نامزد شدی. جنگاور قهر کرد. با جورب او رو لطکوب کردی. حاضر چرا آمده ما رو نجات میداده است؟ مادر پروا نکن. من مخفی به هجری SMS نوشتم. او اومده ما رو نجات میده. تو نترس. ای قادر دخترت حالا هم هجری میگوید. شروع پدر من مردن نمیخوام. دخترم پدر ای جنگاور دامادم یاری بده. هجری ای پسرم صدای مرا شنو. اومده مرا نجات ده. پدر یاری دهید. دخترم یاری دهید. خدایا با تو عهد میکنم که اگر حاضر جنگاور اومده ما رو نجات دهد دخترم رو با اون مؤذن نه به جنگاور میدهم. خدا یا خدایا اگر جنگاور ما رو نجات دهد من هم دخترم رو به جنگاور میدهم. بیهوده تلاش نکنید. هیچ کس شما رو نجات نمیدهد. ای خدایا بسیار گرم است. ای به شرف ها. ای جنگاور. ای دامادم. این کی است؟ زود او را دستگیر کنید. ای میدانستم که ما رو نجات میدهی پسرم. زن همه اونها رو خوب زن پسرم. زن آنها رو. زن جانم. ببین که با مادر جانت چکار کردن. زن پسرم. ای زن پسرم. خوبتر زن. سرشون رو شکن پسرم. مادر جان در سرش زدن جایز نیست. ای پسرم مگر تو کارهای کرده اونها رو ندیدی؟ البته که دیدم. اگر خواهی دستش رو شکنم. شد پسرم دستش رو شکن. اعتماد دستم رو نشکن. هرچی خواهی میدهم. دستم رو نشکن. تو چه خیلی جورت کردی به نزدیکان من ضرر رسانی. آدمی پست. انا میخوام. ای
دومادم به خدا اگر تو نمی اومدی آنها ما رو در آب جوشانده میپختند. دومادم حیات ما رو نجات دادی. ما رو نجات دادی. ای یا خدا جان. مادر جونم. پدر شما چی گفته ایستاده ایدن؟ داماد شما هجری از جنگاور نه به خود بیداخل؟ بگیر دستم رو بگیر. چخل هجری؟ کدام هجری؟ من دخترم رو به جنگاور میدیم. دامادم سلامت باش. جانی من. پدر با مادرم یگون گپ نمیگوی آخر؟ آخر چی گویم دخترم؟ داماد شیر بچه من. پدر خیر مایلش مادرم او رو در آغوش گیری، تو چرا جنگاور رو در آغوش میگیری؟ ببخشید دخترم، هم مادرت هم من به خدا قول دادیم، عهد کردیم که اگر جنگاور ما رو نجات دهد دخترم او رو به جنگاور میدیم. از این قول بازگشتن ممکن نیست دخترم. پدر من با هجری خانه‌دار میشوم، با جنگاور نه. مرام دیگر تو رو با او نمیدهم. اکنون بسیار دیر شده است. کنی یک سلام ده به شوهری آینده. کنی جانم؟ شوهری آینده؟ حاضر با تو شوهری آیندم رو نشان میدیم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ چه با تو گویم اینجا بیا. چه با تو گویم من نامزد هجری هستم. روان اینجا. اوه سرم دختر بی وجدانه. ای سنمه دستش بسیار وزنی بوده است. زود این لباس ها رو کشیده و درون در آمدنم لازم، وگرنه سنمی بی وجدان باز مرا سرزنش میکند. کجا گم شدی تو هجری؟ کجا غیب زدی تو هجری؟ با من گوش کن سنم. یک باری دیگر جنگاور رو با جارو بزنی به خدا رفتارم رو با تو دیگر میکنم. این چی کار است؟ آخر او دامادی من است، دامادم است. راست میگویی زنک جان، او ما رو نجات داد آخر. هجریه وای بر تو، آمده ما رو نجات ندادی، اقلا با پلیس خبر میدادی؟ ترسانچک. وای حالا هم هجری میگوید دختری به عقل من. نجات دهنده اتان آمد. سنم طاقت کن. در کجا آدم های پسته؟ مادر جان پدر جان شما خوب هستید؟ این بوس از کجا بر آمد؟ برای نجات دادن شما اومدم مادر جان. ماشاءالله پسرم، اما دیر کردی. جنگاور ما رو نجات داد. تو میتوانی به خونه‌ات روی پسرم؟ میگوید به خونم روم. خیر بیا سنم رفته. نه پسرم نه، او با تو نمی رود، چون که ما سنم رو با تو نه با جنگاور خونه دار کردنی هستیم. سنم رو با جنگاور خونه دار میکنید؟ شوخی کرده ایستادید مادر جان، این خیلی میشافت مگر؟ با من مادر جان گفته اینجا نیست آخر. مرا تنها جنگاور میتواند مادر جان گوید. نامزدیت اون برهم خورد پسرم. برهم خورد؟ پدر جان معذرت میخوایم هجری، ما قول دادیم که کسی ما رو نجات دهد دختر ما رو با او میدیم. سنم مادر جان و پدر جانم چی ها میگویند؟ چرا این خیلی میگویند آنها؟ هجری من با تو SMS روان کردم، آمده ما رو نجات بده. تو چیکار کردی؟ نه آمدی ما رو باز جنگاور نجات داد، باز جنگاور. خوب اما شما رو جنگاور نجات داده باشد من چی گناه دارم که؟ یک لحظه مادر جان اجازت میدی؟ مایلش دخترم. وقتی این گپ ها رو میگویی هیچ شرم نمی کنی مگر؟ نامزدی تو رو آمده دیگر کس نجات میدهد، چه راحت بوده میتوانی؟ من دیگر طاقت نمی کنم.
ای سنم چی کار میکنی؟ خلاص شدیم به خدا. از هجری خلاص شدیم. در حقیقت همش تمام شد. اکنون دیگر مانع نیست که با جنگاور دخترم رو خونه‌دار کنم. میرویم خودیر. بیو سنم. رفتیم. بیو دخترم. بیو. رفتیم. میرویم. منتظری او هستم اخیر. انی خوب برای نجات دادن اون دختر رفت. این رو چه خیلی به من روا دیدیم رود. حالا جواب این رو از تو میپرسم. قتل زینب ما اومدم. نجادی انداد ناومد کو انیق پیشوای دختر رفت. خیلی چی کار کنیم تقدیرت همین بوده است. تو با کمیسار محخول نبوده ای. دختری دیگر رو در کجا نگاه می‌داری؟ داملا راحت را گم کردی. اینجا چی میکابی؟ نماز خواندنی بودم. مسجد را میکابم. مسجد؟ اینجا مسجد نیست آخه. معشوقت ناومد. یعنی برای نجات دیگر دختر رفته است. نه، شوهر من برای نجات دادن زینب نمی رود. اگر این طور شود مردنم بهتر است. پروا نکن. به این هم میموری. میدونستم که برای نجاتی من بیایی. حالم خوب هستی؟ خوبم مراد، خوبم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی. اگر برای نجاتی من نمی اومدی از غم زیاد میمردم به خدا. شد آرام شو، همش گذشت.
اگر برای نجات زینب میرفتی میمردم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی مراد. همین قدر خوشحالم که زینب تو هم نجات یافته ای کو؟ زینب نجات یافتی؟ او رو زبید نجات داد از همین خیلی؟ زبید؟ ها البته که زبید اون نجاتش داده است. شد عالم تمام، خطر پسی سر شد. بسیار ترسیدم مراد، بسیار ترسیدم، تنها موندم، ترسیدم. یا که پدر را کو بیارین؟ بدبخت بوت زینب هم میدزدی ها؟ پیشتا نگاه کن، دیگه زینب ندار. اگر میمردم چی؟ بی عقل. چرا برای نجاتی من ناومدی؟ زینب جان تو اصلی کارو نمیدونی. زینب جان آی دیونه ای؟ باز لباسی دامولوگی پوشیده ای. شرم کن. آخر من دامولا نیستم، کمیسر هستم. مادامی که کمیسر هستی چرا به نجاتی من ناومدی؟ به نزد این؟ چرا او را رفته نجات دادی؟ او نه به محلمون اومده است، ولی ما خیلی وقت است که شناس هستیم. آخر در حیاتم این خیلی رفتاری بد ندیده بودم. میزیبد به تو؟ زینب من تو را هم نجات دادنی بودم، ولی زبید خواست که گوش کنی. شما چی قد دادوی دارین؟ من یکان گپ شما را از سحر توضیح نفهمیدم که شما چی میگی. همه سوق سلامت، یکان کس یکان کار نشیده. خدا را شکر بگی. مراد عالم ببیره نجات داد. من کوشش کردم که زینب جان رو نجات بدهم. خلاص گپ همه سوق سلامت هستیم، خدا را شکر، یکان پرابلم نیست. بله همین خیل به خدا، ما هم خوشحالیم، همیشه همین خیل میشویم جناب زبید. راستی عالم ببیره گفتیم من نجات میدم، انتخاب خوب کردیم مراد. و نگفتن همونه که شما با همدیگر بسیار زیبنده هستید برادر. تو چی سفسطه میگویی ها؟ آخرین وظیفه من است. آخر من هم زینب را نجات دادنی خواستم، ولی در قسمتم نبوده است. هیچ گپ نه زبید، بری آینده نجات میدهی، من به تو باور دارم. آخر زینب برای نجات دادن تا حسین بولد تیزتر دویدم، لیکن دشمنات فریب کردن من دیگر طرف دویدم. میدونم، یعنی خدا میدونم که تو چقدر قدری مرا میدونی. لازم نیست که همش رو نقل کنی. من یک چی رو نفهمیدم. تو از آن آدم ها چه خیلی خلاص شدی؟ یعنی در بالای سرم 2 نفر منتظر بود، آنها رو خوابشون برد. من گریخته به اینجا آمدم. خوابشون برد؟ بله. خب لیکن تو از کجا فهمیدی که عالم در اینجا است؟ بینی هم گپ زدن، شنیدم. آخر تو چی رو فهمیدن میخوای که در این وقتی شب پرسیده ایستاده ای مرو؟ لعنتی تو خودت کی که زینب مرا پرس پوز داری؟ نبینی کمی زینب جانی مزیخه؟ خیر آدم ها رو دستگیر کرده توانستی زبید؟ نه، با انبار گروه را روان کردم، آنها گریختن. سردار امنیت میخواهد با شما گپ زند. رفتیم. تو رو اینجا منتظر میشوم جانم. تو کی رو جانم گفتی؟ مراد رو گفتم. یگون مشکلی است؟ بله، تو مراد رو جانم گفته نمیتوانی. چرا؟ رشک کردی جانم؟ تو از وقتی که من زنی دومولو شدم این خیل شدی. چرا رشک میکردم؟ مراد تو رو نگاه میکند مگر؟ تو رو میفهمم جانم، یعنی مراد مرا نجات داد، این رو قبول کرده نتوانستی این خیل میکنی. خیلی چی کار کنم؟ مرا انتخاب کرد. تو رو انتخاب نکرد. شد گوش کن زینب، میفهمم که وضعیت رو قبول کرده نمیتوانی، ولی مراد از من خوشش میآید. برای همین
از تو خواهش میکنم از مراد دور باش. تو چی گفتی؟ از مراد میگویم دور باش، چون که از من خوشش میآید. عالم تو بیمار هستی؟ خیال دیده ایستاده. مراد از تو خوشش نمیآید، مراد رو از من خوشش میآید. زینب تو خیال دیده ایستاده ای، چون که مراد از من خوشش میآید. از من خوشش میآید. تمام. این خیل باشد چرا مرا نجات داد؟ اگر گویم که از من خوشش میآید یعنی از من خوشش میآید. حالا میبینیم. دخترها رفتیم، ما شما رو به خونه‌تون بریم. زینب عالم میبینیم. آه ساناما، این رو چه خیلی با من روا دیدی؟ ها هجری؟ هجری؟ چی گپ است؟ چی شد از با تو؟ هیچ. نپرسه که شوکت. آخی رو پرسید که چی شده است؟ اما چه پرسیدیم جواب بتی آخی؟ سانم نامزدی من رو برهم داد. چی گفتی سای؟ برای چی هست کس کردی سای؟ ای چی هست؟ در دست چی خسته خپیدی؟ آنه انگوشترین. یا باید همدیگر هم میگرفتن بخت شما اومد نکرد. اما چه چلیک سانمی خغاف سوده؟ بیا برادرم اینجا بشین. بشین. هجری ما انگوشترین تا بگی. همه را خریده بودیش؟ آکه ای پال رنگ شون بوده. با ایچ خیلی چی؟ آخر پالا جمال گفتنی آدم سنم و آیلش رو دزدید، جنگاور باشد آنها رو نجات داد، کارها تمام شد. این بانامزادیتون چه علاقه داره؟ آخر که سنم میگوید که چرا دایما جنگاور اومده ما رو نجات میدهد و تو نجات نمیدهی. بسفی هم داد و وای کرده گفت که نامزدی تمام، چلم اگردان داد. این قبی معنی بوده؟ با همه کارم نه؟ تنها این میبود به خیر بود. پدر و مادری سنم به من خیانت کردن. گفتن که از این پس دامادی ما تو نیستی بلکه جنگاور است. یکی در تگ همه نقاب جنگاور قدم خربان باشه و دختر همه برمیتیش. این آدم ها بیعقل شدن به خدا. حاضر در تای پودلکس 570 نباشه که دخترش نمیتته میگردی به خدا این چیز همونه. بله توبه آخر آنها خواهش هجری رو قبول کردن نداشتن. معلوم بوده که این بی‌قوت است. ولی عیب است آخر. این آدم قهرمان است، گفته نامزدی رو برهم داد، از این خیلی کار میشود. مهم به قوتی آدم نیست، ایمان باید به قوت باشه. سمی جوانی خوب، من مسئله رو از ریشش معلوم کردن میخوام. به این هم مسئله رو ریشه کن کرده بالای زمین پرفتگن. یگان راه حل داشته باشه بگو. دارم. چیه؟ راه حل این است. راه حل نیست، راه حل ندارد. خدا جونامرگت کنه سمی آدمی بیعقل. دم تا بگی راه حل میابون. یافتم. از روسی؟ از روسی یافتم. یه فکری سوپر دارم. چی یافتی تو؟ تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی میشود؟ جنگاور. سوال تکرار مینم. تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی میشود؟ جنگاور میشود. ده خواهر یا چاد بمره دم تا بگی من ایرا پرسیده استم بیعقل. جورا آخر این جنگاور رو چخل میزند؟ بله که شوکت من جنگاور چخل میزنم. جنگاور من میشوم تو مرا زدن میگیری. با فکرم نقشه فهمیدی گوشاتون جو میده. در پیش اولاد و اجداد سنم من جنگاور میشم. هجری میویه مرا در زمین میغوجه چنان میزنه. انا با من میگریزم تو شیف میشی. قهرمانی ما هجری سنم باشد از آن هجری میشود. خب کار که حل شد دول امور فراموش نمیکنی. بسیار خوب ولی من یک چیز رو نفهمیدم. چرا نفهمیدی حیوان؟ کو بگو گوش کنم. جورا جان همه ای شطر رو تو میخوری همه خیلی؟ ایش بگردن من فکر نکن. اوکی. همه لباسای جنگاور را یافتن در کره. چرا با من نگاه میکنین؟ من ندارم.
هجری نقشمون اودیای من های بین حوالی میرم بعد تو میای او طرف ما وایما میکنی من تهدید میکنی فهمیدی وقتی که اولادای عروس بالا حوالی برآمدن بعد تو جورا با مرا در زمین میافتونی و شپیدن میگیری فهمیدی زدن گیر نه از من نمیزنم تا همین در اعضای بدنم نزن دیگه در لبوجم زدن گیر فهمیدی همش همین قدر هوا یگون جای خینی نداره حالا تمام که شوکت این خیلی باشه دوستان هجری همه گرده چپ من پیرا سکدگه دامجا نزنی با احتیاط کده ها بیا چوکت کن جورا غالیبیت مبارک شود عروس نصیبت کنه اکه شوکت بفرمو اگر همین کار شود به هیچ میروی قربانت شم مورم برای همین ثواب بگیریم گفته سمی چشمات کلام کشا نگاه که جنگاور نیاید بو شوکت با لباسایت کشتی باباتا وظیفه تو چی است؟ شو خیر آخر من شما رو تماشا میکنم یگون کاری خطای شود خبر میدیم همه یک جای میگریزیم تمام غالبیت تمام مبارک شود در امان خدا هممون یک جای غالب میشویم انشالله ниҳоят аз он мо аз ин халос шудам ҷанговар домоди ман аст ҷанговар домоди ман аст ё худо ҷанговар домоди ман шуд домоди ман аст домодам ҷанговар домоди ман шуд шуд чаман тамом бас будагист ҷанговар домоди ман мешавад ҷанговар домоди ман мешавад модар من با جنگاور پنگاور خونه‌دار نمیشوم بهوده خوشحالی نکن به این هم با آدمی که پلیس از پسش است خونه‌دار شده ممکن نیست حتی تو مانع شده نمیتوانی که جنگاور دامادی من شود دامادی من جنگاور دامادی من شد جنگاور دامادی من است مادر چند بار به تو گفتم و باز میگویم که من با جنگاور خونه‌دار نمیشوم من با هجری خونه‌دار میشوم بس کن هجری گویی رو آخر انگشترینش رو دادی نامزدی رو رد کردی کار تمام شد جنگاور صدای چی باشد؟ چرا دوست داشته دیگر کس را با چشم بد نگاه میکنی؟ هجری؟ این صدای موازی نیست؟ با فکرم اوست با خدا که اوست رفتیم بینیم کاری کردت رو بین؟ این مگر با تو مزبد ما باز تو رو مردک فکر میکردیم جنگاور دامادم هجری مرا گوش کن جنگاور چی میگوی از دوست داشته من دور میشوی آن دختر عروسی من است دیگر تو رو در نزدیو نبینم وگرنه احوال تو بد میشود اینم خیلی هجری گپ زن ای این موازین دیوانه تیار شده است کو نمیفهمم با خودش باوری دارد از برای خدا جنگاور پسرم با تو دروغ میگوید با سنم نامزد نیستند او را زن پسرم زن ساسته نگو چمن چرا او را زند هجری پسرم کنی تو با خونت برو از او شتک خوردنت لازم نیست پروا نکنید پدر جان حاضر جزای جنگاور را داده زود میویم شما چای دم کنید چای نوشی میویم گوش کن جنگاور آخران بار میگویم دیگر تو را در اینجا نبینم از دوست داشتم دور میشوی وگرنه تو را بسیار سخت میزنم تو را دوست نمیدارم دیگر دوست داشته تو نیستم جانی شیرین اینقدر جنگ مکن از برای جنگاور شده دلتنگ مکن من حاضر او را لط و کوب کرده دوباره دلی تو را به دست میارم جنگاور را لط و کوب میکرده است ای جنگاور پسرم او چی ها میگوید بزن او رو زن حرکت شوکت رو ببینی یا خدا تو که شوکت؟ ایچ خیلی پری اومد بچه ما هم در وقتش مشق کردگیم
зури бади ака. گفتم کو غیر اعضای بدنم در کجای میفوره زدم بگی فهمیدی؟ جنگاور هجری رو نزن التماس تنها رو کمی بترسون و خلاص. دخترم تو چرا کوردور میشوی؟ بگذار کمینی خوب زن تو رو. جنگاور زن، پسرم زن او رو. جنگاور ایست هجری رو نزن. سختی بد زدم که شب یه بچه استا بزن نوفون در کرد. همون دیگر نمیزنم. از این پس با عقل شو جنگاور. با تو چی گفتم جنگاور؟ از اینجا دور میشوی. دیگر تو رو در نزد دوست داشتم نبینم. فهمیدی؟ کنی اینجا بیا. باورم نمیآید. هیچ جنگاور زاده ایستاده است مگر؟ نه جانم، این غیر امکان است. چه موازین جنگاور رو میزده است. هیچ این خیل شده نمیتواند. عجایب. هجری باز بزن جنگاور رو. بزن باز هم بزن. چقدر ما رو دوست داشتنت رو نشان بده. پروا نکن جانی شیرین، اینش برای تو. آدمی پس. توقت کن پسرم. حاضر میآیم. هجری تو برادری همو که اومدن یه مشت دیگه در اون بزن فهمیدی؟ مایلش تمام که شوکت کمی اومدن برای که من دولین پس شد. نه حالا نه اومدن. همه که اومدن قرصق من با قفو در طیف حکم یه تا بزن. تمام. انا این خلیستو؟ نه در این طرف نزن که دندونم پلمبه دوره نشکنه. ای طرف بزن. تمام. ایستا که رنگ کینو هندی بزن به شکل نرسه. ای بچه هجری سخت دیستای. از دوست داشتم دور میشوی. چند بار با تو گویم؟ هجری شوکت شو رو از روسی زده ایستاده است. آدمی پس ناباکن ابله آدمی پس حیوان آدم نیستی تو. هجری ای بچه استا بزن ما شوکت مخینه کشیمه. خوب است که شوکت. در گردان زدی ای. اومدم دومودم. اکه شوکت نموره که شوکت. تو کی رو میزنی ها؟ کی رو؟ دومودی من. ای دومودم خیس. تو رو سخت زد. پسرم. ای خیس. ای پسرم. بیو دومودم. بیو. ای جانی من. ای دومودم. تا حیوانی سختی بازدی. ای دیده ایستاده قدیر چخل دومودم اون رو زد است. وحشی. حلالت باد هجری. رحمت پدرجان تشکر. یعنی در تو قوه ایمان اونقدر بسیار بود است که جنگاور رو میزده. حلالت باد پسرم. آیده چه؟ ای قدیر نمیشنوی مگر؟ دومودم اون رو زده است. دومودم اون رو. به خدا زنک جان باز نرنج جنگاور. چی خیلی شتا کرد یا خدایا. اکنون این خیل شد قدیر. بله همهش در نزد چشمانم شد آخر. جنگاور رو زدی هجری. از این پس مرا تو